تا حالا شده جایی بخندید که نباید بخندید؟ وای 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 یعنی دو جا خیلی شده ها. ببین تو آخه 2 بار اتفاقی افتاد بر من تو 2 جایی که دیگه من ویران بودم. میدونی تو اون موقعیت من خندیدم دیگه واقعا. کجا بود یعنی؟ بود. مراسم 7 پدرم بود. خب خیلی شرط سختی بود. همکلاسیای من سال اول دانشگاه بودم، اومدن لطف کردن و یکی از همکلاسیام که یه آقایی هم هستش که الان یکی از بازیگران درجه 1 و کارگردان‌های درجه 1 آقای هادی اجازی فراز، همینجا بهشون سلام عرض میکنم. اما هادی سلام. ایشون خیلی لطف کردن. یه لحظه گفتم به من که خانم میرعلمی تا شقایق هست زندگی باید کرد. من نمیدونم چرا خندم گرفت. خنده داره یکی تو مراسم. چرا عمو هادی چرا باید بگی تا شقایق هست زندگی باید کرد؟ خود هادی یادش نباشه ولی واقعا پس من نمیدونم چرا اون لحظه خندم گرفت. خب خیلی هم قشنگ حرف زد. یکی از شعرهای سهراب سپهری هم گفت. خب باشه چرا آخه آدم باید بشه اسم پدرش رو دست خندم گرفت و من این خدا رو شکر شالی که روی سرم بود اینو برداشتم و گذاشتم جلوی صورتم و بچه‌ها فکر کردن من دارم گریه میکنم و من اینو هیچ جا نگفتم که خندیدی دوستی. من انقدر بعد دیگه این دوستام سارا چی کار میکنه اومدن اینو منو فکر کردن که دارم خیلی دیگه از حال میرم و اینا و من داشتم از خنده میمردم و خودم نمیدونستم باید چه کار کنم. خیلی شرایط بدی بود واقعا و دیگه خندیدم و هیچکی نفهمید خدا رو شکر. که الان فهمیدن همه. دوباره حالا فکر کنی تو مراسم 7 مادرم من یعنی چی؟ چرا 7 پدرتون با 7 شاید مشکل داری؟ این بیچاره اومد بشین رو صندلی. آقا صندلی شکست. کاش مثلا یه جوری عادی بخوره زمین. بیچاره عین توپ خورد زمین. این بیچاره همینطوری رفت رو هوا. من این شالمو دوباره گذاشتم جلو و من خندیدم و همه فکر کردن باز من دارم گریه میکنم. دیگه برای چی باید گریه کنی یهو اینقدر شدید؟ دیگه خیلی بد اصلا. بعد همش گفتم خدا چقدر بند نمی اومد. بعد میگفتم خب حیثیتم داریم خودت کمکم. مامان تو دلم داشتم میگفتم مامان آبرو بود. خیلی ممنونم که با من همراه بودی. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشی. فالو، مالو، سابسکرایب، لایک یادت نره. تا بعد.